به نام خدای خوب و مهربون. سلام به همه بچه های خوبم، گلای نازم. حالا احوالتون که انشاءالله خوبه؟ 100,000 مرتبه شکر. ببینم بچه ها تا حالا کجاها رفتین عید دیدنی؟ خیلی جاها؟ حتما خیلی هم براتون مهمون اومده. تو این مدت هم مطمئنم که شما بچه های خوب و مؤدبی بودین و به حرف بزرگتراتونم خوب گوش کردین. به خاطر همینم امشب من براتون یه قصه خیلی قشنگ دارم. قصه به اسم قصه گل سرخ کوچولو. یکی بود یکی نبود، اون بالاها آسمون بزرگ آبی بود. این پایین روی زمین دشت بزرگ و سرسبزی بود. این دشت سرسبز پر بود از گلای قشنگ، خوشبو و رنگارنگ. یه روز صبح آفتابی کنار یک گل آفتابگردون گل سرخ و قشنگی یه غنچه داد و میخواست گلبرگاشو باز کنه. گرمای نور خورشید به گل سرخ کوچیک کمک کرد تا بتونه اون غنچه‌شو باز کنه. گل سرخ نفس راحتی کشید، غنچه قشنگش باز شد. یه گل سرخ و کوچولو. اون از دیدن دشت به اون قشنگی و سرسبزی خیلی خوشحال شده بود. آخه اون دشت خیلی قشنگ بود. گل سرخ با خودش گفت چه خوبه که با همه پرنده ها و گلای این دشت دوست بشم. بعد به دور و برش نگاه کرد. درست کنار گل سرخ یه گل آفتابگردون بود. گل سرخ خوشحال شد و گفت سلام گل آفتابگردون. اما بچه ها گل آفتابگردون جوابی نداد و سرش رو برگردوند. گل سرخ خیلی ناراحت شد. با خودش گفت یعنی چی؟ چرا جواب سلام منو نداد؟ چه گل خودخواهی. شاید از این که من کنارش باشم ناراحته. طفلی گل سرخ کوچولو با ناراحتی رفت تو فکر. چیزی نگذشت که از اون دورا یه پروانه رنگارنگ دید که بال زنون به طرفش می اومد. گل سرخ کوچولو خیلی خوشحال شد. وقتی پروانه نزدیک رسید با صدای بلند گفت سلام پروانه قشنگ. اما بچه ها پروانه از روی گل سرخ گذشت. اونم جواب سلامشو نداد. پروانه رفت روی گلبرگای گل آفتابگردون نشست. گل سرخ کوچولو خیلی ناراحت شد. آخه چرا پروانه جواب سلامشو نداده بود؟ عزیزای من، گل سرخ کوچولو با خودش گفت پروانم خیلی خودخواهه. اونم جواب سلام منو نداد. مگه من چی کار کردم؟ طفلی گل سرخ کوچولو این بارم با ناراحتی رفت تو فکر. همینطور که داشت با خودش فکر میکرد یهو دید که یه زنبوری ویز کنان داره میاد به طرفش. گل سرخ با خوشحالی زیاد برگاشو تکون داد و با صدای بلند گفت سلام زنبورک طلایی. اما بچه ها این بار زنبورک طلایی هم جواب گل سرخ کوچولو رو نداد. آخه برای چی؟ گل سرخ کوچولو با خودش فکر کرد که زنبور طلایی هم خیلی خودخواهه. اصلا تمام پرنده ها و گلای این دشت خودخواهن. بعد سرشو گرفت میون برگاش و ناراحت رفت تو فکر. یکم که گذشت خسته شد. از تنهایی دل مرده شد. سرشو بالا گرفت.
به آسمون نگاه کرد. اون اصلا دلش نمیخواست که به گل آفتابگردون دوباره سلام کنه. آخه از دستش خیلی ناراحت شده بود. از دست پروانه رنگارنگ و زنبورک طلایی هم ناراحت بود. اما همینطور که سرش بالا بود و داشت به آسمون نگاه میکرد، یهو چشمش به گل آفتابگردون افتاد. زنبورک طلایی از پیش گل آفتابگردون رفته بود. تازه اون دیگه پشتش به گل سرخ کوچیک نبود. گل سرخ کوچیک با خودش فکر کرد حتما حالا که زنبورک و پروانه از پیشش رفتن و تنها مونده میخواد با من حرف بزنه، ولی من که باهاش حرف نمیزنم. چرا جواب سلام منو نداد؟ بچه های گلم، گل آفتابگردون که این بار صورتش به طرف گل سرخ کوچیک بود و داشت اون دورای دشت رو نگاه میکرد، یهو چشمش به گل سرخ کوچیک افتاد. همین که گل سرخ رو دید با خوشحالی گفت سلام، سلام گل سرخ کوچولو، تولدت مبارک. ولی بچه ها، گل سرخ کوچولو هیچ جوابی به گل آفتابگردون نداد. گل آفتابگردون دوباره سلام کرد. دوباره گل سرخ کوچیک جوابی به گل آفتابگردون نداد. گل آفتابگردون با تعجب گفت چی شده گل کوچولو؟ چی شده؟ امروز روز تولدته، باید خوشحال باشی. به دشت قشنگ و سبز ما خوش اومدی. بچه ها، گل سرخ که تا به حال هیچ حرفی نزده بود سرش رو بالا گرفت و با ناراحتی گفت چرا من به شما و زنبورک و پروانه سلام کردم جوابمو ندادین؟ اصلا تمام پرنده ها و پروانه ها و گلای این دشت خودخواهن. اینجا بدترین دشت دنیاست. بله عزیزای من، اینجا بود که گل آفتابگردون تازه متوجه موضوع شد و شروع کرد به خندیدن و گفت آهان، حالا فهمیدم. لابد تو اون موقعی که به من سلام کردی صبح بوده و خورشید اون طرف آسمون بوده. آخه میدونی ما گلای آفتابگردون هر جا که خورشید باشه صورتمونو به همون سمت آسمون میکنیم. صبح هم خورشید اون طرف بوده، منم مجبور بودم که رومو به طرف دیگه آسمون بکنم و شما فکر کردی که من پشتمو به شما کردم. گل سرخ کوچیک گفت بله همینطوره. بعد گل آفتابگردون ادامه داد و گفت و اون موقع که زنبورک و پروانه جواب سلام تو رو ندادن حتما به خاطر این بوده که صدای تو رو نشنیدن یا ندیدنت. آخه تو هنوز خیلی کوچولویی، صدات خیلی ضعیفه. بچه ها، گل سرخ کوچولو که تازه متوجه اشتباهش شده بود با خودش گفت پس من اشتباه فکر می‌کردم که شماها خودخواهین. حالا بهتره از همه‌شون عذرخواهی کنم و بخوام که با من دوست بشن. آخه من خیلی تنهام. بعد از گل آفتابگردون معذرت خواست و بهش گفت که دوست داره با همه گلا و پرنده ها و پروانه های دشت دوست بشه. خب الهی شکر که گل سرخ متوجه اشتباهش شد و برای خودش دوستای زیادی پیدا کرد. راستی صحبت از تولد گل سرخ شد. ممکنه امروز هم تولد خیلی از شما غنچه های قشنگم باشه. تولد همتون مبارک. تا فردا شب، خدا نگهدار همتون.